در واقع برای نمونه‌گیری چند مرحله داشت، حجم نمونه بررسی در استان و شهرستان و مصاحبه به صورت چهره به چهره با استفاده از تبلت. این پرسشنامه به صورت نرم افزاری طراحی شده بود. پرسشنامه بسیار پیچیده بود و برای اولین بار طراحی نرم افزاریش کمک کرد که خیلی از خطاها کاهش پیدا بکنه و اون بردن و خستگی پرسشگر کاهش پیدا بکنه. و خب مهمترین ابزاری که در این مطالعه ازش استفاده شد CIDI یا Composite International Diagnostic Interview در واقع یک ابزار مصاحبه تشخیصی بین‌المللی، یعنی اختلالات روانپزشکی که می‌دونید به هر حال تشخیص انواع اختلالات روانپزشکی چقدر پیچیده است. این پرسشنامه کمک می‌کنه که یک مصاحبه تشخیصی انجام شه، یعنی غربالگری نمی‌کنه، بلکه روانشناس با استفاده از اون ابزار تبلت یک مصاحبه تشخیصی برای اختلال اضطراب منتشر، برای وسواس جبری، افسردگی، بایپولار، برای همه اینها مصاحبه تشخیصی انجام میده و همینطور برای اختلالات مصرف مواد. این ما ورژنی که داشتیم برای این کار ورژن قدیمی بود که بر اساس DSM 4 بود، بنا بود بر اساس DSM 5 ورژن جدید رو از در واقع دانشگاه میشیگان و دانشگاه هاروارد بگیریم که در واقع به دلیل مشکلات ارتباطی مشکل پیدا کردیم و خودمون این ابزار رو بر اساس DSM 5 هم طراحی کردیم. علتی که DSM 4 رو نگه داشتیم این بود که بتونیم در واقع نتایج رو با نتایج پریمایس قبلیمون که بر اساس DSM 4 بود مقایسه بکنیم، یعنی مقایسه در ما ارزش خیلی زیادی داشت. پس بنابراین نتایج ما بر اساس DSM 4 و هم DSM 5 ارائه شد. من از روش رو خیلی خلاصه میکنم، میخوام چون نتایج خیلی مفصل هستن برم سراغ نتایج. ولی سوالی داشتیم در واقع میتونیم در انتها پاسخ سوالاتتون رو بدم و میخوام واقعا از اینها صرف نظر بکنم. روش‌های نمونه‌گیری، روش کار اجرایی، دوره آموزشی مفصلی که برای پرسشگران، مدیران اجرایی و ناظرین ستادی داشتیم به صورت تئوری و عملی و این در واقع در 1401 یعنی در تقریبا اواسط یا اواخر دوره کرونا بود و یک پروتکل خیلی جدی کنترل کیفی و برخورد با موارد عدم همکاری. خب همینطور اینو ذکر بکنم که ما 14.6% در همکاری داشتیم، یعنی حاضر نشدن به سوال جواب بدن و 2.9% عدم امکان تماس، یعنی حالا اون خونه‌ای که انتخاب شده بود نتونستیم با کسی توش تماس بگیریم یا اون فردی که انتخاب شده بود از خونه. این در واقع نمونه‌گیری 3 مرحله‌ای هم به این ترتیب بود که ابتدا خب بلوک‌ها رو ما با کمک شرکت ملی پست و با انتخاب رندوم کدهای پستی در سراسر کشور انتخاب کردیم و این کدهای پستی به پرسشگران داده شد و پروتکل این که در هر بلوکی که این آدرس قرار داره چطوری خونه رو انتخاب بکنن به صورت تصادفی و بعد چطور در یک خانه یک فرد رو که واجد شرایطه باز به صورت تصادفی از بین افرادی که واجد شرایطه انتخاب بکنن. در واقع این به افراد داده میشه و اگر که خانواده همکاری نمی‌کرد یا امکان تماس وجود داشت جایگزین نمیشد با یکی. این برای این بود که در واقع پرسشگران بدونن که هر طور شده بایستی که تلاششون برای جلب همکاری و برای امکان تماس با افراد بکنن و جایگزین نشه با یه فرد دیگه. بنابراین ما یه عده‌ای که ممکنه کسایی که همکاری نمی‌کنن درصد بالاتری از اختلال روانپزشکی یا اختلال مصرف مواد اعتیاد غیره داشته باشیم و این بایاس در واقع ایجاد نشه. خب میزان پاسخگویی مجموعاً 89% بود که خب خیلی بیشتر از مورد انتظار ما بود به خاطر به خصوص کرونا و این در واقع عدد که اینجا رو دیدید ما پیمایش اول بود، یعنی تو پیمایش اول 1190 86.2% همکاری داشتیم و در پیمایش دوم 82%. همینجا بگم که بالای 70% یک همکاری خیلی خوب و مطلوب
که میشه در مطالعات مشابه حتی کشورهایی بودن که مثلا 40% همکاری در کشور اروپایی بوده که خب البته مجموع اطلاعات رو بایستار میکنه. خب نهایتا 7017 نفر شرکت کردن و این پروفایلشون هست. خب به دلیل اینکه در واقع اون عدم همکاری ها و خطاهای نمونه‌گیری اتفاق میفته وزندهی صورت گرفت که این وزندهی به اشکال مختلف در جمعیت استان، جنس و گروه‌های سنی 5 ساله در هر استان و نسبت جمعیت شهر روستایی همه نمونه در واقع باعث شد که هر فرد یک وزنی دریافت کنه از این 7107 نفر و نهایتاً نتایج بر اساس اون وزن اعمال شده ارائه میشه. خب همینجا من این DSM رو هم توضیح بدم چون نتایج رو عمدتاً بر اساس DSM 5 خواهم گفت. خب میدونید که DSM 5 به نسبت DSM 4 یک فرق‌هایی داره، از جمله اینکه اختلال وابستگی و سوء مصرف مرج شدن در هم و فقط ما یک اختلال داریم، در حالی که قبلا 2 اختلال بود. الان در DSM 5 یک اختلال مصرف داریم. یکی از علامات سوم تشخیص سوء مصرف به کل حذف شده که بروز کردن مشکلات قانونی است. یک علامت اضافه شده که این علامت وسوسه است و مجموعاً 11 علامت برای تشخیص اختلال مصرف یا حالا به اصطلاح خودمونیمون اعتیاد وجود داره که حداقل 2 تا علامت باید باشه از بین این 11 علامت که بتونه فرد تشخیص اختلال مصرف داده بشه. خب و اما نتایج. خب من اول توضیح رو خدمتتون بدم که این قسمت سمت چپ که کم رنگه همش مال سال 1390 و قسمت پررنگ همه مال قسمت سمت راست همه مال سال 1400 و من همش میکنم اینا رو با هم مقایسه کنم. خب اول شروع کنم از اختلالات روانپزشکی و همینجا بگم که توسی مال هر دو جنس همه نمونه آبی مردان قرمز زنان باز در همه اسلایدها این الگو برقرار است. خب و اگر ما مقایسه کنیم اختلالات روانپزشکی رو در دور اول و دوم می‌بینیم که خیلی با هم فرق نداره، یعنی 23/6 رسیده به 25/1. همینجا بگم که در فاصله 1390 تا 1401 خب اتفاقای خیلی زیادی تو کشور ما افتاد. از حوادث طبیعی که خیلی از استان‌ها رو متأثر کرد، زلزله، سیل و غیره که ما داشتیم، از مسئله تحریم‌ها که بعد برجام به خصوص شدت گرفت، تورم زیادی تو کشور داشتیم، خود کووید که در واقع می‌دونید که در واقع گزارش سازمان جهانی بهداشت که خود کووید 25% شروع اختلالات روانپزشکی رو بالا بود. حالا دوستان در راجع به تاب‌آوری صحبت می‌کردن، من واقعا فکر می‌کنم مردم ما از تاب‌آورترین در واقع جمعیت دنیا هستن که این همه سرشون اومده، چیزایی که هیچ کجا سر هیچ کس نیومده و چنین تاب‌آوری دارن که واقعا ما با افزایش شیوعی روبرو نبودیم. در مردان یه افزایشی رو داریم که عمدتاً حالا توضیح خواهم داد مربوط به افزایش اعتیاد به الکل و افزایش افسردگی است. یعنی این 2 تا پدیده کلاً باعث شده که ما این افزایش رو در شیوع اختلالات روانپزشکی در مردان ببینیم. در خانم‌ها می‌بینید تفاوت چندانی نداره. و اما اعتیاد. این اعتیاد عمدتاً شامل الکل، مواد اوپیویدی که شامل تریاک، شیره، هروئین، مورفین، متادون‌های غیرقانونی که مردم می‌گیرن مصرف می‌کنن، همه این مواد اوپیویدی رو شامل میشه. مواد محرک شامل متامفتامین، اکستازی، کوکائین، غیره و کانابیس هست. یعنی اینها رو داره شامل میشه. این اعتیاد رو می‌بینید که در واقع از 2.8 ما البته شروع بر اساس DSM 4 استاد از 2.8% به 4% رسیده. این افزایش رو داره که حالا توضیح میدم که این افزایش مربوط به الکل هست و در مردان می‌بینید که بیشتر افزایش داریم، در خانم‌ها افزایشی مشاهده نمی‌کنیم. این عددی که این بالا نوشته شده مربوط به DSM 5 هست. DSM 5 به دلیل اینکه ما میتونیم از 11 علامت 2 علامت فرق داشته باشه تشخیص میگیره، در مقایسه با
تشخیص دیپندنس که باید از 7 علامت 3 علامت داشت، به همین علت شیوع رو کلا بالا میبره و کلا DSM 5 به نسبت DSM 4 شیوع بالاتری گزارش میکنه. خب و اگه ما سابستنس یوز دیزوردر یعنی اعتیاد به مواد رو بشکنیم و انواع مواد میبینیم که اولیشو نگاه کنیم الکلی که 1.3% بود به 2.4% رسیده. در مردم 2.5% بودیم به 4.4% رسیده. در خانم‌ها هم افزایشی مشاهده میکنه. پس ما میبینیم که در مورد اختلال مصرف الکل با یک افزایش روبرو هستیم. همینجا بگم که میزان جهانی این عدد میانگین جهانیش 7%. و ما گرچه که از میانگین جهان پایین‌تریم ولی در کشورهای بالا در خاورمیانه هستیم و خلاف تصوریم. خب سایر مواد اوپیویدی رو نگاه کنیم. اینا همه DSM 5 هست. من چیزایی رو که تونستم بر اساس DSM 5 پیمایش قبلی رو اطلاعاتش رو استخراج کنم و مقایسه کنم با الان. خب اعتیاد به مواد اوپیویدی یا همون افیونی 2.2% بازم 2.2%، یعنی در حد اشعار هم تغییر نکرده. خب در مردان این عدد 3.9 و در خانم‌ها 29%. کانابیس یک افزایشی داریم. ممکنه که کانابیس افزایش در واقع نشون بده 56 صدم و 73 صدم. این هایی که دارم میگم همونجا بگم که در واقع ما مربوط به این مطالعه جمعیت عمومی هست. در ما ادعایی نداریم که در همه گروه ها اینی که میبینید صادقه. مثلا در دانش آموزان اصلا ما اینجا ادعایی نداریم که این قابل تسری به جمعیت دانش آموزی یا قابل تسری به جامعه دانشجویی، یا فرض کنید که افراد بیخانمان که اساساً به دلیلی که مطالعه خانه به خانه انجام میشه در این مطالعه وارد نمیشن. بنابراین اگر بخوایم یک تصویر جامعی از کل کشور داشته باشیم قاعدتاً بسته چند نوع مطالعه رو، یکی روی خانمان‌ها، یکی روی دانش آموزی، دانشجویی، بچه مطالعه کنار هم بذاریم و بعد تفسیر کنیم. همینجا بگم که چند مطالعه کانابیس در کشور نشون داده که در جمعیت دانشجویی مصرف کانابیس رو به افزایش و افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته. ولی در جمعیت عمومی ما تغییر غیر چشمگیر در اعتیاد اینجا نمی‌بینیم. البته تا اندازه‌ای داریم افزایش اعتیاد به کانابیس رو می‌بینیم که حالا خیلی نمی‌تونیم روش مانور بکنیم. در مورد مواد محرک هم ما بیشتر کاهش رو داریم. البته خب کاهش مختصری هست که باز نمیشه در رقم‌های پایین اظهار نظر زیادی کرد. در گزارش اصلی شما فاصله اطمینان ها رو می‌بینید و می‌تونید که حالا با هم مقایسه بکنید. ولی من برای اینکه شروع نشه اطلاعات خیلی زیاده از ارائه فاصله اطمینان ها پرهیز کردم. و همینجا بگم که تقریبا همه تفاوت‌ها بین زنان و مردان معنی داره، یعنی این دیگه احتیاج به تکرار مجدد. خب این سه تا گروه اصلی موادی که کنار هم بذارید در 2.9% جمعیت نمونه بوده. یعنی اعتیاد به مواد، یعنی اگر ستاد بخوام ازش بپرسن و بگیم مثلا ما اعتیاد به مواد غیر قانونی غیر الکل که مندیل ستاد نیست، 2.9% جمعیت 15 تا 64 سال بر اساس این مطالعه خانه به خانه در واقع اعتیاد به یکی از این سه گروه داشتن. این عدد برای دنیا میانگینش 1.3% توسط مقایسه تخمین زده شده، ولی ما بالاتر از جمعیت عمومی هستیم، گرچه که تغییر چشمگیری نسبت به گذشته در این مسئله وجود نداره. و ما استفاده از خدمات. خب اینجا اگر که ما در نظر بگیریم که همه اونهایی که سابستنس یوز دیزوردر داشتن، یک اعتیاد به یک ماده هر کدوم از این گروه‌ها که باشه 100 نفر در نظر بگیریم، این تسکیل خدمات نشون میده که 28% اونها احساس نیاز میکنن اصلا که مراجعه بکنن. یعنی ببینید چه گروه بزرگی اصلا احساس نیاز هم نمیکنن که مراجعه بکنن. و در واقع سوالاتی بود که ازشون شده و از این میزان کسایی که احساس نیاز میکنن درصد خیلی
بالایشون استفاده از خدمات رو داشتن. این استفاده از خدمات شامل هم خدمات بهداشتی درمانی، هم خدمات غیر بهداشتی درمانی است، هم خدمات مبتنی بر شواهد، هم خدمات غیر مبتنی بر شواهد که حالا توضیح خواهم داد. ولی در مورد هلت سرویسز که اصطلاحاً ما بیشتر اینها رو خدمات مبتنی بر شواهد می‌بینیم، در واقع می‌بینید که در 9.9% افراد وجود داشته. پس ما 10% معتادین در کشور در یعنی کسانی که در یک سال گذشته ابتلا داشتن، همه شاخص‌ها هم یک سال گذشته است. در یک سال گذشته برای درمان اعتیاد یک سرویس بهداشتی درمانی دریافت کردند. یعنی 90% دریافت نکردن که اصطلاحاً این اصطلاح در موضوع بهداشتی بهش میگن unmet need، یعنی نیاز پاسخ داده نشده. این عدد جهانیش برای کسانی که دچار اعتیاد هستن 9%، یعنی ما خب نزدیک هستیم به میانگین جهانی با این هم خدماتی که داریم. برای اینکه ایده بهتری داشته باشید از اینکه چقدر وضع ما در اعتیاد خرابه، من این رو مقایسه دارم میکنم با بقیه اختلالات روانپزشکی. کلا اختلالات روانپزشکی به نسبت اختلالات جسمی وضعیت بهره‌مندی از خدمات توش ضعیف‌تره. همیشه گفته میشه که تلاش کنیم استفاده از خدمات در بیماران روانپزشکی به بیماری جسمی برسونیم. یعنی کسی که فشار خون بالا داره خیلی بیشتر استفاده میکنه، کامپلیانس رو درمانش انجام بده تا کسی که بیماری روانپزشکی داره. حالا شما این اعتیاد رو مقایسه کنید با بقیه بیماری‌های روانپزشکی، حالا دیگه عددش مثلا جا مشخص هست. خب یه شاخص دیگه هم داریم به اسم مینیمالی ادکوت تریتمنت، یعنی حداقل درمان کافی. این ما از یک تعریف جهانی استفاده کردیم که بیشتر مناسب کشورهای در حال توسعه است که اون دیگه مثلا خیلی تعریف سافیستیکیتد برای دریافت درمان کافی نداره. و به این معنی که اگه کسی بستری شده باشه در بیمارستان درمان گرفته باشه، یا در سال گذشته 2 بار مراجعه کرده باشه، یا در 2 هفته گذشته مراجعه کرده باشه، اصطلاحاً این تعریفی که مینیمالی ادکوت تریتمنت داشته. یعنی حالا خودتون متوجه میشید که چقدر این تعریف بابکیه. و باز اگر اینا رو مقایسه کنید ببینید که در اعتیاد وضعیت خوبه. چرا؟ برای اینکه خب خیلی از مداخلات ما در واقع مداخلات چه سمزدایی باشه، چه متادون باشه، چه دیکلورون باشه، لازمش اینه که مریض کراراً در مراجعه کنه. پس اگه یک کسی 2 دفعه فقط اومده باشه متادون گرفته باشه، این مینیمالی ادکوت تریتمنت رو گرفته در واقع. که حالا خب اینجا انواع خدمات هست. حالا ببینم چی یادمه که بگم نمیشه این اسلاید درشه. این انواع خدمات هست. در این انواع خدمات اونجا دیده نمیشه. خب بسید حالا یک چیزشکی دادم بگم. مثلا این 7.6% مربوط به طب مکمل هست و طب سنتی یا مکمل که اکثر اینها عطاری. این 12% مراجعه مستقیم به داروخانه است. یعنی کسانی که مراجعه میکنن به داروخانه میگن مثلا من حالم داره بد میشه، میدونم موادم رو کنار گذاشتم، یه چیز بده به من کمک بکنه. یعنی از داروخانه مستقیم کمک میگیره به جای اینکه نسخه برده باشه داروخانه. بس بنابراین شایع‌ترین روش اینه. و بعد در واقع این 7.3 خدمات بهداشتی درمانی هستن. جالبه که یکی دیگه از این طب مکمل حجامت یا زالو بود که مثلا 1.8% افراد از حجامت یا زالو استفاده میکنن هنوز برای این منصوب. یکی از این 7% ها مربوط به کمپ‌های اقامتی. 10% مربوط به گروه‌های خودیاری بود که 70% اونها گروه معتادان گمنام یا مراجعه کرده بود. خب اینجا هم شما استفاده از درمان‌های
های جایگزین مواد اوپیویدی رو می‌بینیم. در میان کسانی که در 12 ماه گذشته دچار اختلال مصرف مواد اوپیویدی بودند، همراه با وابستگی فیزیکی، یعنی یا تولرنس یا ویدرال داشتن جزو علائمشون، این پترن استفاده از درمان‌های نگهدارنده است. در طول عمرشون 23% درمان نگهدارنده با متادون گرفته بودن. در زمان مصاحبه 9.8%شون تحت درمان نگهدارنده با متادون بودن و اینها مال بوپرنورفینه که 1.1% تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین بودن. خب پس می‌بینید که ما چندان وضعیت مطلوبی از این نظر نداریم. و عوامل مرتبط با عدم مراجعه برای درمان در بین کسانی که احساس نیاز می‌کردند ولی از خدمات بهداشتی درمانی استفاده نکردن، ازشون پرسیده شده بود که علتش چیه که شما مراجعه نکردید و اینها جوابهایی که گرفتیم عمدتاً عوامل نگرشی بود با 79%. مثلا اینکه شایع‌ترین نگرش این بود که فکر می‌کردم خودم میتونم مشکلم حل کنم، درمان کنم، خودم میتونم موادم کنار بزنم، خودش بهتر میشه. یا 36% معتقد بودن که اصلا قابل درمان نیست، قابل حل نیست، برای همین مراجعه نمی‌کنم. 42% هزینه و مسائل مرتبط با بیمه دغدغه اصلیشون بود. 23% عوامل مرتبط با ساختار رو به عنوان مهمترین مشکل میگفتن. مثلا میگن وقت ندارم برم ساعتی که مراکز باز هستن مثلا مراجعه بکنم. خب به خاطر تمرین وقت من از اینا میگذرم و تو حالا هر چی که گفتیم راجع به اعتیاد و اما مصرف. خب باز اینجا دارید میبینید که در واقع ما الکل رو میبینیم که از 5.7% این مصرف الکل در 12 ماه گذشته است. از 5.7% به 12.3% رسیده. مردان از 10% به 20% رسیده. خانم ها از 1% به 3% رسیده. پس حالا میفهمیم چرا اعتیادشون افزایش پیدا کرده. این مهمترین افزایشیه که ما داریم در پترن مصرف مواد در کشورمون در طی 11 سال می‌بینیم. و وقتی که مواد غیرقانونی رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این از 6.2 به 6.5 رسیده که خیلی تفاوت محسوسی نیست چه در مردم و چه در زنان. خب یه سوالی پیش میاد واقعا فکر کنیم که چرا اینطوره. من به این نتایج اعتماد دارم، یعنی فرضم به اینه که واقعا الکل حدود 2 برابر شده با مشاهدات ما همخوانه و در جمعیت عمومی مصرف بقیه مواد تغییری محسوسی نداره. شاید یکی از دلایلش اینه که واقعا این مواد دیگه متولی دارن و دارن براشون کار میکنن، ولی برای الکل واقعا هیچ متولی وجود نداره و ما هیچ اقدامی نمیبینیم در سطح تشریحی در رسانه ها که چیزی واقعا مطرح بشه، غیر از وقتی که موج مرگ و میر ناشی از متانول اتفاق میفته و خبر رسانی میشه، ما دیگه واقعا چیز دیگه نمیشنویم در این زمینه. همینجا باز بگم که شاخص دیگه خیلی مهم که نوعی الکل هست، یعنی کسی که سابقه مصرف 6 پیمانه الکل پشت سر هم رو داشته باشه در یک روز پشت سر هم، این هم باز به نسبت پیمایش قبلی در مردم حدود 2 برابر شده و به 7% رسیده. خب اینجا باز ما اعداد بین المللیش رو داریم. میانگین جهانی که میانگین جهانی برای مصرف الکل در یک سال گذشته 43.8% که در ایران 12% و در مورد مواد غیر قانونی 5.8% که در ایران 6.5%. باز وقتی که ما این مواد غیر قانونی رو بشکنیم می‌بینیم که واقعا تغییر چشمگیری اتفاقی نیفتاده. مصرف مواد اوپیویدی تقریبا یکسان. کانابیس رو نگاه کنیم 1.3 در مردم 2.4 اصلا انگار کپی پیست کردیم. در خانم‌ها 2.2. باز عرض کردم که این در واقع در جمعیت عمومی این پترن رو داریم می‌بینیم، نه در گروه‌های خاص.
حالا شاید یک دلیل این که با وجودی که مصرف کانابیس رشد نداره در جمعیت عمومی، اعتیادش رشد داره، این یافته است که کانابیس های موجود خلوص بالاتری داره، بنابراین اعتیادزایی بالاتری دارن. و ما در مرکز خودمون می‌بینیم کیس‌های اعتیاد به کانابیسی که مراجعه می‌کنن برای درمان و مواد محرک هم با کاهش روبرو هستیم خوشبختانه. وقتی مواد اوپیویدی رو بشکنیم به اوپیوم و شیره و هروئین، باز می‌بینیم اوپیوم فرقی نداره، شیره کمی افزایش پیدا کرده، هروئین کمی کاهش پیدا کرده. این حوالا اصلش می‌دونه. خب یک اتفاق مهم دیگه ترامادول هست که می‌بینید که مصرف ترامادول چه در زنان و چه در مردان کاهش چشمگیری داره و این خیلی مهم هست و شاید به دلیل کاهش دسترسی از طریق داروخانه‌ها اتفاق افتاده. و ما در مورد مجموع متادون و بوپرونورفین که اینجا شکسته شده شده می‌بینید باز خیلی تفاوت زیادی مشاهده نمی‌کنیم. مواد محرک متامفتامین کاهش مشاهده می‌کنیم در مردان، در زنان و در کل. ریتالین همینطور، اکستازی همینطور. ما دفعه پیش کوکائین رو اندازه‌گیری نکردیم، به نظر میاد الان بعد از متامفتامین کوکائین هست و از اکستازی و ریتالین جلوتر در جمعیت عمومی. اینجا شما سیگار و قلیان رو هم می‌بینید که در واقع سیگار افزایش و قلیان هم در واقع افزایش مختصری داشته. مهم این در واقع خط قرمز هست که در خانم‌ها قلیان 3 برابر تقریبا سیگار داره مصرف میشه، در حالی که در آقایون سیگار حرف اول میزنه، در خانم‌ها قلیان هست. خب اینجا پترن مردان در پیمایش دوم و در آخرین پیمایش و زنان رو میبینید و ترتیب موادشون رو میبینید که در آقایون سیگار، قلیان، الکل 3 تا ماده شایع هستند و بعد تریاک و شیره و بعد کانابیس و غیره. در خانم‌ها اول قلیان، بعد سیگار و الکل با فاصله کمتر و بعد تریاک و شیره. این در واقع پترنی که ما در دو جنس می‌بینیم. سن شروع مصرف پایین‌ترین سن و الکل داره، بعد کانابیس، شیره و تریاک و هروئین در یه حد قرار می‌گیره و متامفتامین بالاترین سن شروع رو داره و وایدترین کانفیدنس اینترول رو داره. یعنی ما گروهی از افراد داریم در سنین بالا، حتی بالای 50 سال متامفتامین رو برای اولین بار شروع می‌کنن که عمدتاً به دلایل جنسی هست. خب این هم رفتارهای اعتیادی که اولی در واقع قرارداد اونجا شما می‌بینید که درسته. درست شد. خب استفاده مشکل‌زا از اینترنت در 12 ماه گذشته 2 تا شاخص در واقع از رفتارهای اعتیادی گذاشتن که 9.4% در کل هست آقای فرنا و اختلاف بین زنان و مردان هم معنیدار نیست، گرچه که در مردان بیشتر. و شاخص قمار در 12 ماه گذشته که در 3% جمعیت دیده میشه. قمار با شرط‌بندی روی یک چیز با ارزش یا پول با ارزش. خب من جنبندی میکنم عریضم رو ببخشید که خیلی طولانی شد. اختلال مصرف مواد غیر از الکل اعتیاد 2.9% معادل 1.7 میلیون نفر. بعضی از دوستان به ما گفتن بالاخره چند نفر، چند میلیون نفر. این اعتیاد به مواد غیر الکل میشه معادل 1.7 میلیون نفر. کسایی که اعتیاد به الکل دارن 1.4 میلیون نفر. مجموع این دو تا کلمه همپوشی هم دارن، این هستن کسایی که هر دو اختلال رو هم دارن. 2.9 میلیون نفر تخمین زده میشه بر اساس این مطالعه که احتمالاً هم گزارش‌دهی هم داره و شایع‌ترین مواد هم به ترتیب الکل، تریاک و شیره و کانابیس هست و بعدش به ترتیب متادون بدون تجویز پزشک و ترامادول بدون تجویز پزشک است. مهمترین تحقیقات در طول 11 سال افزایش مصرف الکل، مصرف الکل، کاهش مصرف ترامادول و تثبیت وضعیت مصرف سایر مواد و اختلاف مصرف هست که یک دستاورد مهمه که با این همه تحقیقات و این همه اتفاقات و این همه مشکلات و در طول این همه سال، یعنی 1401 یعنی با
یعنی رو به رشد تولید مواد اوپیویدی در افغانستان و دسترسی آسان و همینطور مترکتامین و غیره در کشور بوده و ما با این تثبیت روبرو هستیم و احساس نیاز برای درمان و استفاده از خدمات مبتنی بر شواهد که در سطح پایینی قرار داره و لازمش اینه که واقعا در این مورد فکر اساسی میشه. خیلی ممنونم از توجهتون. ممنون و متشکرم از استاد گرامی سرکار رحیم الله همیشه از فرمایشاتشون